ریاضی هفتم صفحه 12 سوال 10. عددی را جای عددی را یک دایره تو خالی میذارم. عددی را 5 برابر یعنی ضرب در 5 و 3 واحد از آن کم کردیم یعنی منهای 3. حاصل 32 شد یعنی مساوی 32. برای پیدا کردن اون عدد کافیه بیایم همه چیو از آخر به اول انجام بدیم و برعکس، یعنی بیایم بگیم 32 به علاوه 3 یعنی برعکس منهای 3 مساویه با 5 ضرب در اون عددی که نمیدونیم چنده. در نتیجه میشه 35 مساویه با 5 ضرب در جای خالی. خب چه عددیه که اگه ضرب در 5 بشه میشه 35؟ خب مشخصه دیگه، 7 5 تا 35 تا. پس عدد مورد نظر 7 هست. حالا شما به من بگید اگر عددی را 9 برابر کنیم و 7 واحد از آن کم کنیم و جواب آن 74 شود، آن عدد چند است؟